در دنیای بیرحم حیات وحش فقط یه لحظه غفلت یعنی مرگ. نیالا خم شده بود تا آب بنوشه، اما ناگهان زمین زیر پاش لرزید. از دل علفها شیری با تمام خشم گرسنگی بیرون پرید. نیالا با تمام توان دوید. خاک از زیر پاش بلند شد، اما شیر سایه به سایه دنبالشه، تا اینکه نیالا خودش رو انداخت داخل رودخونه. شیر لب آب وایساد، منتظر. اما اونجا کمینگر تازه‌ای بود. کروکودیل از زیر آب با دندونای مرگبارش حمله کرد، اما نیالا تسلیم نشد. با جفتک‌های وحشی آب و خون به اطراف پاشید و خودش رو از مرگ کند. وقتی از آب بیرون اومد، مستقیم روبروی شیر ایستاد. این بار نه به عنوان طعمه، بلکه جنگجو. با شاخاش حمله کرد. شیر عقب کشید و جنگ تموم شد. اما درس این صحنه چیه؟ گاهی زندگی بهت یاد میده اگه قرار باشی بمیری، بهتره با شجاعت بمیری، نه با ترس.